رسیدیم به یک قسمت دیگه از برنامه آنتن این هفته و اونم هست چپ و راست. کامران داره روش کار میکنه الان اینجا. تارا آغداشلو، شاعر، نویسنده، ترانه‌سرا و خبرنگار ساکن لندن. کتاب شعر تارا به نام این یک انار نیست پارسال چاپ شد. ساناز زارسانی، شاعر و نویسنده ساکن آلمان. ساناز در مورد خودش میگه به دنیا اومده تا بنویسه. دوست دارین چگونه معرفی بشین؟ انسان تارا آغداشلو، دهقان فداکار. بدونم همین اسم خودم، ساناز زارسانی. از چه سنی شروع کردین به شعر گفتن؟ فکر کنم 9 سالگی 10 سالگی. اون موقع فکر نمی‌کردم که دارم شعر می‌نویسم، من همینجوری می‌نوشتم. چرا؟ دوست صمیمی پدرم فوت کرد، سرطان داشت و احساس کردم اینطوری میتونم باهاش حرف بزنم. میگم خب نمیدونستم که اون موقع چه جرمی رو دارم مرتکب میشم، ولی شاید به خاطر تنهایی بیش از اندازی که حس می‌کردم، همیشه حس می‌کردم که من بچه سر راهی هستم، منو خانواده‌ام آداپته کردن، بعد مثلا من برای نامادریم شروع کردم می‌نویسم، ولی از اینجا شروع شد. الان مشغول پروژه جدیدی هستین؟ من کارهای کوچیک و بزرگ مختلفی انجام میدم، همیشه پروژه‌های جدید دارم. شعر همیشه هست. نه من مثلا همیشه فقط می‌نویسم. اولین شعری که گفتی درباره چی بود؟ راجع به مرگ دوست صمیمی پدرم. یه دفترچه خیلی نحیف بود که پر از چیزایی که حالا من بهش میگم شعر ولی خیلی هم شعر نبود بود و بالاخره خانواده کشفش کردن و رازم برملا شد. بر نامادریم بود که یعنی برای مادر اصلیم منتظر بودم که بیاد. حس نل رو داشتم. ترانه با شعر چه فرقی داره؟ ترانه محدودیت داره، شعر نداره. الان که مثلا تقریبا تو کار ترانه هم من می‌نویسم تکست رو، اینم خیلی سخت‌تر هست برای کسی که آشنایی نداره. باید خیلی کوتاه، خیلی نمیدونم برای موضوع خاصی باید نوشته بشه. شاید هم به خاطر اینکه من سابقه این نداشتم برای من سخت است، ولی شعر چیزی است که وقتی دلت میخواد می‌نویسی، وقتی حسی رو داری، مهم نیست که ازش ترانه ساخته بشه، آهنگ ساخته بشه چی. فکر می‌کنی اولین کسی که در دنیا شعر گفت چی فکر می‌کرد؟ فکر نمی‌کرد، حس می‌کرد. فکر نمی‌کرد که بر چی داره شعر میگه، ولی چون فهمیده نمی‌شده داشته شعر میگفته. اسمش هم شاید شعر نمیذاشته. آیا تو شعر گفتنت قاعده یا قانونی رو به صورت خودآگاه رعایت می‌کنی؟ نه، خیلی وقت دیگه خودآگاهی و از نوشتنم رفته، یه جورایی رفته تو ذهنم اون چیزایی که برام مهم بودن. نه هیچ وقت قانونی رو رعایت نمی‌کنه و از این کار بیش از اندازه بدم هم میاد. چرا شاعرای ایرانی تو شعراشون اصرار دارن به سیگار و قهوه اشاره کنن؟ سیگار و قهوه دوست صمیمی قلم و کاغذن، ولی امیدوارم هرچی زودتر خلاقیتمون ما رو یه خورده فراتر ببره. قهوه اینجا مثلا میگم یه چیز لوکس بوده شاید توی ایران، یا سیگار هم برای خانم‌های دوره‌ای، خانم‌هایی که خیلی روشنفکر بودن، آزاد بودن، سیگار می‌کشیدن. بعد این ارثیه مون توی شعر. الان خود منم خیلی وقتا این کارو می‌کردم. من اوایل اون موقع که ایران بودم فکر می‌کردم اگه از سیگار و قهوه و یک چیزای این شکلی استفاده کنم خیلی با کلاس هستم. ناخودآگاه یه ذهنم این بود. برای اینکه شاعر خوبی باشی باید حتما غمگین باشی؟ اصلا مثل میمونه که برای اینکه نقاشی بکشی حتما باید از مواد مخدر استفاده کنی. به نظرم جفتیش یک بهونه است. نه هیچ وقت. ولی برای شاعر خوب بودن به نظر من باید خوب بفهمی و وقتی خوب میفهمی باید عمیقاً درد بکشی. ولی درد کشیدن لزوما این شکلی نیست که باید دردت رو نشون بدی، دردمند باشی، غصه داشته باشی. نه مثلا حالم به هم میخوره آدمایی که ژولیده و این شکلی هستن. نه اتفاقا شاعرایی که خیلی خوب هستن تو اجتماع آدمای شادی هم هستن. بدترین شاعر ایرانی به نظرت کیه؟ فقط یه نفر، نمیدونم. خیلی زیاده، خیلی. همه اونایی که شاعر واقعی نیستن بدن به نظر من. بهترین شاعر ایرانی کیه؟ آخه اسما که بگم خیلی کلیشه میشه، ترجیح میدم نگم. بهترین شاعر از نظر من و تا حالا تا به امروز فروغ هست. هیچ وقت شده برای سرودن شعری احساس کنی لغت کم میاری؟ همیشه. بعضی وقتا میشه اون لغتی که واقعا من میخوام رو نمیتونم پیدا کنم. در مقایسه با زبانهای دیگه فکر میکنی فارسی که امروز صحبت میکنیم زبون راحتیه برای سرودن؟ برای شعر گفتن از همه چی راحت تره فارسی که امروز صحبت میکنیم، ولی نه برای سیاست خوبه، نه برای نوشتای آکادمیک خوبه، نه برای چیز دیگه. چون من شعر نوشتن رو با این شروع کردم میتونم بگم آره من به هیچ زبان دیگه تسلط اینجوری ندارم. زبان مادری من ترکی هست ولی فارسی رو من دوست دارم بنویسم.
دوست داشتی شعراتو کدوم شاعری که دیگه زنده نیست در موردش نظر میداد؟ بگم فروغ خیلی لوسه. فروغ. حتما فروغ. دوست داری کدوم خواننده یکی از شعراتو بخونه؟ شاهین نجفی. هر خواننده که حرف من رو میفهمه مطمئنا. شاعرانه ترین کلمه دنیا چیه؟ شاعرانه ترین کلمه دنیا نفس، هوس، یه چیزی که سه داشته باشه یا پ. تو هر شعری یک کلمه‌ایه. بر من ستاره، مرگ، اینا شاعرانن و خیلی استفاده میکنم ازش. مهمترین کلمه دنیا چیه؟ مهمترین کلمه دنیا خود. کشف نشده، به خاطر همین شاعر زیاد پیدا میشه هنوز. شاعرها وضعشون بهتره یا نقاشا؟ هیچ کدوم، ولی نقاشا فکر کنم وضعشون بهتره. باز یه حراجایی هست، یه علاقه هست. شعر هم محدودیت زبانی و ملیتی داره، هم محدودیت اینو داره که خب بالاخره خیلی شاعر خون تو دنیا نیست، اما گالریا رو به خاطر مدش هم که شده بچه‌ها میرن. من نقاش نبودم ولی میدونم که شاعرها وضعشون خوب نیست. طلایی ترین دوره شعر فارسی کی بوده؟ من هم شعر نو رو دوست دارم، هم شعر کهن رو، ولی نمیدونم کدوم رو ترجیح میدم. فکر نکنم طلایی کردن یا نقره‌ای کردنش ارزشی واقعا داشته باشه. من از این کلمه خیلی بدم میاد، چون هر دوره برای خودش یک موفقیت‌هایی داره، یک بدیایی داره. تا الان که تجربه کردیم خب دهه 40 بوده، 30 تا 40، ولی میتونه اتفاق بیفته بازم. چرا شعر امروز فارسی بین‌المللی نیست؟ هیچ شعری بین‌المللی نیست، ولی فکر میکنم مترجمای خیلی خوب کم داریم و ترجمه شعر کلا یعنی کی بوده نابود کردن شعر در هر زبانی و به خصوص زبان فارسی، چون خیلی زبان مشخصیه. بهترین شاعر غیر فارسی زبان کیه؟ سیلویا پلات رو دوست دارم، ولی بیشتر از اون الان نمیتونم فکر کنم. میگم چون تخصص زیادی توی زبانهای دیگه ندارم، از هر شاعر دیگه خیلی چیزای خوب خوندم. مثلا از برتولت برشت خوندم، از لورکا خوندم اینا، ولی نمیتونم بگم بهترین کی بوده. از شاعران معاصر شعر چه کسی بیشترین تأثیر رو رود گذاشته؟ تأثیر نمیتونم بگم. الان بعضی از شاعرای معاصر رو شخصا میشناسم و باشون ارتباط برقرار میکنم به عنوان یک دوست یا به عنوان یک نویسنده و گراناز موسوی یکی از اوناست. فروغ. تو شعر میشه دروغ گفت؟ حتما تو همه چی میشه دروغ گفت. تو شعر خوب نه. اگه شاعر نباشی آره، ولی شاعر باشی نه، نمیتونی دروغ بگی. کار هنرمند برات مهمه یا شخصیتش؟ الان خیلی داریم به سمت شخصیت میریم به طور کل توی هنر، ولی در آخر کار 100% کار. جدا از هم نمیبینم. شخصیتت واقعی باشه، کارت واقعی هست. کار واقعی نشون دهنده شخصیت واقعی هست. نمیشه دروغ گفت. شعر. شعر سپید. سیاه. رهایی. شاعر درباری. مرگ. حال بمزن. ترانه سیاسی. زندان. میتونه کارساز باشه. شاهنامه. زیبا. تعصب. ایرج میرزا. به به. ظلم شده در حقش. طنز. واقعیت. مجوز ارشاد. ای وای. توهین به شخصیت آدم. نیما یوشیج. خوب بود، لازم بود. پدر. واقعا پدر. سرقت ادبی. دیگه وقت این کارو گذشت دیگه. نمیدونم. ترانه مبتذل. برقصیم. فالوده فاسد. قرمز یا آبی؟ قرمز. اهل رنگی نیست. خسرو یا فرهاد؟ خسرو. هیچ کدوم نمیدونم. رستم یا سهراب؟ هر دوتا. بدم میاد از هر دوشون. خیال یا واقعیت؟ فرقی نداره. واقعیت. نادر یا سیمین؟ اسم دخترشون چی بود؟ دوتاشون. لورکا یا نرودا؟ لورکا. لورکا. سنگ، کاغذ یا قیچی؟ کاغذ. سنگ. چپ یا راست؟ چپ. آدم با شرف، نه چپ نه راست. خیلی ممنون که با ما این 30 دقیقه رو گذروندین. امیدوارم که از برنامه خوشتون اومد باشه. اومده باشه. اینم فیسبوکمونه. اگه خواستین میتونین برین برنامه دیگر هم ببینین توش. تا هفته دیگه یا حق. آنتسیک